سلام به همگی. امروز میخوایم با هم یه معمای خیلی جالب رو حل کنیم. داستان یه ماده شیمیایی که هم توی کره پیدا میشه، هم توی روده ما یه نقش حیاتی داره و هم میتونه آینده کل صنعت پلاستیک رو زیر و رو کنه. آره میدونم، کره و روده و پلاستیک به نظر میاد هیچ ربطی به هم ندارن، درسته؟ ولی جواب همه اینا توی یه مولکول کوچولو اما فوق‌العاده قدرتمند پنهان شده. پس بریم با هم ببینیم این مولکول چیه و چطور داره صنایع بزرگ دنیا رو تغییر میده و به سمت یه آینده پایدارتر هل میده. خب اینم از نقشه راهمون برای این ماجرا. اول از همه میریم سراغ خود این اسید که اصلاً چی هست و چرا انقدر مهمه. بعدش میرسیم به یه جورای جنگ بین دو تا روش تولیدش، روش شیمیایی و روش طبیعی. در ادامه نوآوری‌های خیلی هوشمندانه تو حوزه زیست شناسی رو بررسی می‌کنیم. بعد با یه مانع خیلی بزرگ به اسم خالص‌سازی روبرو میشیم و در نهایت یه نگاه به تصویر کلی و آینده این ماده میندازیم. خب بریم سراغ بخش اول. اسید بوتیوریک یکی از اعضای یک خانواده است به اسم اسیدهای چرب کوتاه سنجیر. فکر کنین یه سری مولکول کوچولو و پر انرژی ان که توی طبیعت نقش‌های خیلی حیاتی بازی میکنن. شاید اسمشون خیلی به گوشمون نخورده باشه ولی کارهای خیلی بزرگی انجام میدن. خب اینجا یه مقایسه جالب داریم. اسید بوتیریک رو کنار بقیه فامیلاش میبینیم. ساختارشون خیلی شبیه به همه، ولی یه نگاه به قیمت‌ها بندازین، اختلاف رو میبینین. دلیل این قیمت بالاتر کاربردهای فوق‌العاده مهم و خاصیه که داره که الان میریم سراغشون. خب حالا میرسیم به اینکه این ماده اصلاً به چه دردی میخوره و کاربردهاش واقعاً آدم رو شگفت زده میکنه. توی بدن خود ما این مولکول سوخت اصلی سلولهای رودمونه، یعنی مستقیم به سلامتیمون ربط داره. از اون طرف توی صنعت یه جورایی آجر اصلی برای ساختن پلاستیک‌های زیست تخریب پذیره، یعنی از سلامت بدن ما گرفته تا سلامت سیارمون رد پای این اسید بوتیریک رو میشه همه جا دید. و خب اینو فقط حرف نیست، بیایید به اعداد و ارقام نگاه کنیم. 376.5 میلیون دلار. این اندازه بازار جهانیشه توی سال 2023 و پیش بینی میشه که هر سال تقریباً 10% رشد کنه. این یعنی ما با یه بازار فوق‌العاده پررونق و رو به رشد طرفیم. این دیگه فقط یه مولکول ساده نیست، یه موتور اقتصادیه. خب حالا میرسیم به اصل داستان، به قلب این معمای سبز. یه جورایی جنگ بین دو تا فلسفه کاملا متفاوته، تولید شیمیایی در برابر تولید طبیعی. دو تا راه کاملا جدا برای ساختن همین یه ماده. یه راه از دل نفت بیرون میاد، اون یکی از دل موجودات زنده، یعنی زیست شناسی. و دقیقاً همین جاست که ماجرا حسابی جذاب میشه. خب ببینید، از یه طرف ما روش شیمیایی و سنتی رو داریم. این روش از نفت خام استفاده میکنه. خب ارزونتره، خیلی هم کارآمده و زیرساختاش هم از قبل آماده است. از اون طرف روش بیولوژیکی رو داریم. اینجا دیگه خبری از نفت نیست. باکتریا وارد عمل میشن و از منابعی مثلا زباله‌های غذایی یه محصول کاملا طبیعی میسازن. اما خب هر کدوم از این راه‌ها مشکلات خودشون رو هم دارن. روش شیمیایی وابسته سوخت‌های فسیلیه، کلی هم کربن تولید میکنه و آلاینده است. روش بیولوژیکی هم هر چقدر که سبزه فعلا گرونتره و بازدهیش پایینتره و این دقیقاً همون معماییه که دانشمندا دارن سعی میکنن حلش کنن. چطوری میشه روش سبز رو اونقدر بهینه کرد که از نظر اقتصادی هم به صرفه باشه؟ و اینجاست که وارد بخش سوم میشیم، نوآوری‌های بیولوژیکی. یعنی دقیقاً همون جایی که دانشمندا دارن با یه سری ترفندهای هوشمندانه سیستم رو به نفع روش سبز هک میکنن. هدفشون اینه که روش سبز رو هم کارآمدتر کنن و هم ارزونتر. یعنی هم دوستدار محیط زیست باشه، هم بشه در مقیاس صنعتی ازش استفاده کرد. ببینید این فرایند چطوری کار میکنه. خیلی شبیه به مثلا درست کردن ماء‌الشعره. شما یه سری خوراک به باکتری ها میدین، مثلا زباله‌های مواد غذایی. بعد این باکتریا توی چند مرحله مثل یه خط تولید هماهنگ اون زباله ها رو تحویل میگیرن و یه محصول خیلی ارزشمند، یعنی همون اسید بوتیریک، تحویل میدن. یکی از این ترفندهای هوشمندانه چیزیه به اسم همکشتی یا کوکالچر. یه جورایی مثل ساختن یه تیم رویایی از باکتری هاست. دانشمندا چند نوع باکتری مختلف رو میذارن کنار هم تا با هم کار کنن. جالبیش اینجاست که زباله تولیدی یه باکتری میشه غذای باکتری بعدی. با این کار کل فرایند خیلی بهینه تر میشه.
و این نمودار دقیقاً قدرت این کار تیمی را نشون میده. ستون سمت راست رو ببینید. وقتی این دوتا باکتری با هم کار میکنن، میزان تولید اسید بوتیریک یهو کلی میره بالا. این یه جهش فوق‌العاده توی بازدهی این فراینده. خب بریم سراغ یه ترفند هوشمندانه دیگه. تخمیر سایکروفیلیک. یعنی چی؟ یعنی انجام دادن کل فرایند توی دمای سرد. شاید با خودتون بگین مگه نباید اینجور فرایندها توی گرما بهتر جواب بدن؟ ولی نکتهش همینه که اینجا سرما یه سری مزیت‌های خیلی غیرمنتظره و جالب داره. مزیتش چیه؟ اول اینکه وقتی فرایند رو توی دمای 17 درجه انجام میدی، بیش از 2 برابر در مصرف انرژی برای گرمایش صرفه‌جویی میشه. این خودش فوق‌العاده است. دوم اینکه این سرما باعث میشه میکروب‌های رقیب نتونن رشد کنن و در نتیجه باکتری‌های خودمون با خیال راحت‌تر و برای مدت طولانی‌تری این محصول رو تولید میکنن. خب تا اینجا همه چی خوب پیش رفت، ولی حالا میرسیم به بخش چهارم و شاید بزرگترین غول مرحله آخر، چالش خالص‌سازی. ببینید اینکه شما اسید بوتیریک رو تولید کنید یه بحثه، اینکه بتونید اون رو از اون محلول سوپ مانندی که توش ساخته شده جدا کنید یه بحث کاملا دیگه است و این مرحله خیلی خیلی پرهزینه است. این عدد رو ببینید 50%. یعنی گاهی تا نصف کل هزینه تولید توی روش بیولوژیکی فقط و فقط صرف خالص‌سازی میشه. اینجاست که مرگ و زندگی اقتصادی این روش رقم میخوره. اگه این مرحله زیادی گرون باشه، کل روش سبز با همه خوبی‌هاش دیگه به صرفه نیست. برای این کار دانشمندا از یه سری تکنولوژی‌های پیشرفته فیلتراسیون استفاده می‌کنن. مثلا الکترودیالیز که با جریان برق مولکولا رو از یه قشار رد می‌کنه. یا مثلا نانوفیلتراسیون. همونطور که می‌بینید بعضیاشون نرخ بازیابی خیلی خوبی دارن، مثلا 97%. ولی همشون یه مشکل مشترک دارن: گرفتگی فیلترها و حساسیت‌های زیاد که کار رو پیچیده و گرون میکنه. اما یه رویکرد جدید و خیلی جالبم هست: استخراج مایع. اینجا دیگه خبری از فیلترهای پیچیده نیست. فکر کنین یه حلال سبز مثل اتیلاستات رو میریزیم توی محلول. این حلال مثل یه آهنربای شیمیایی عمل میکنه. میچسبه به مولکولهای اسید بوتیریک و اونها رو از بقیه چیزها جدا میکنه و میکشه بیرون. و نتیجه این عدد رو ببینید، 93%. این نرخ بازیابی با این روشه. این یه پیشرفت فوق‌العاده است. یه جورای گیم چنجر محسوب میشه که میتونه کلاً ورق رو به نفع روش بیولوژیکی برگردونه و اون رو کاملاً رقابتی کنه. خیلی خوب، و حالا میرسیم به بخش آخر. اینجا میخوایم یه قدم به عقب برگردیم و ببینیم کل این داستان از باکتریای کوچیک گرفته تا تکنولوژیای پیچیده فیلتریشن چطور به یه تصویر خیلی بزرگتر وصل میشه: آینده صنعت و اقتصاد ما. این جمله کل ماجرا رو خلاصه میکنه. این فقط در مورد یک ماده شیمیایی نیست. این یک طرح اولیه برای آینده اقتصاد زیستی پایدار است. جایی که ما چیزهایی رو که نیاز داریم پرورش میدیم، به جای اینکه براشون زمین رو حفر کنیم. در واقع تمام این چالش‌ها و ناوری‌ها یه نمونه کوچیک از یه تغییر خیلی بزرگتره. داریم از یه اقتصاد نفتی به سمت یه اقتصاد زیستی حرکت میکنیم. اقتصادی که به جای حفاری پرورش میده. و این ما رو به این سوال نهایی میرسونه: آینده ما قراره از نفت ساخته بشه یا توسط میکروب‌ها رشد کنه؟ پاسخ به این معمای سبز فقط سرنوشته یه مولکول کوچیک رو مشخص نمی‌کنه، بلکه داره مسیر آینده صنعت، اقتصاد و حتی سیارمون رو تعیین می‌کنه.